من خودم وقتی فست فود سفارش میدم کنارش نوشابه زیرو سفارش میدم، چون میگن این دوتا که قندش زیاده که تو ادامه ویدیو میبینیم. اما اون چیزی که برام الان مهم شده اینه که ببینم واقعا همونطوری که میگن نوشابه زیرو بدون قنده. آب نوشابه کاملا تبخیر شد. اون چیزی که الان ته مایتابه داریم میبینین فقط قندیه که تو این نوشابه وجود داشته. فقط تو همین نوشابه کوچولو اینقدر قند داریم. حالا با هم بریم ببینیم توی پپسی چقدر قند داریم. اینجا رو نگاه کن، یه پپسی 300 میلی لیتری این همه آتشخال مگه داریم اصلا؟ واقعا قند نداره. البته داره، خیلی قندش کمه. به نسبت کوکای معمولی و پپسی قند کمتری داره. این چیزی که دارین میبینین توی این کوکاکولای زیرو کوچولو بوده. قندش با قند اون دوتا فرق میکنه.